محمد اسماعیل ارجمند هستم، صاحب امتیاز و مدیر مسئول مجله تخصصی تحلیلی سفرنویسان. 3 میز گرد گذاشتیم به صورت مجزا بر اساس نوع صنف‌ها که تورگردانان، هتلداران و تجهیزات هتل هست برایشون که امیدواریم امتداد پیدا بکنه. ما الان میگیم مثلا تو این شرایط میگیم گردشگری داریم، به خدا گردشگری نداریم، صفر ورودی. تمام این کسب و کارهایی که بر پایه هوش مصنوعی هست، آنلاین هست، جوانای 23-4 ساله نشستن و دارن میگردونن. اینا خوشفکرن. ما یه دونه کمیته همفکری یا کمیته راهبردی تو وزارتخونه تشکیل دادیم، میانگین سلگی 80. اگر قرار من ارزشی خلق کنم به عنوان یک مدیر هتل، باید اول رو خودم کار کنم و بعد رو محیط اطرافم تاثیر بذارم. من اگر جنگ بشه دیگه چه صحبتی اصلا از گردشگری هست؟ آینده‌ای که نمیتوانم در کشورم پیش بینی کنم رو برای خودم امترش کنم. 85% از توان تورگردانان کشور از بین رفته در این بحران به خاطر بستن این 6000 تا اگر واقعی است، یا باید بگیم 85 سال دیگه با همین شرایط پیش بریم این 6000 تا برمیگرده. من میگم جنگ به ما تحمیل شد، علاوه بر اون یک انزوای سیاسی به ما تحمیل شد. این انزوای سیاسی مغایرت کامل با گردشگری. این چند ساله چیزی به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی در گذشته که معاونت ریاست جمهوری یا وزارت کسی داشتیم که بگیم وزیر ما از بدنه صنف صنعت گردشگری اومده. سال 2031 امارات متحده عربی تازه میرسه به نقطه 2025. اینا داره مدیریت میشه، داره آموزش داده میشه، الان داره فرودگاه میسازه که فرودگاه رو گسترش بده، چون داره فردا روز رو نگاه میکنه.